سلام به شما دوستای عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به بوکاوا خوش اومدین. امروز میخوام قصه هدیه مخصوص تو از مکس لوکیدو رو براتون بخونم. اهالی دهکده ومیکی ها آدم کوچولوهای چوبی بودن. همه آدم چوبی های این دهکده رو نجاری به نام ایلای ساخته بود. کارگاه اون بالای تپه رو به دهکده قرار داشت. پانچلو هم یکی از این آدم چوبی ها بود که توی دهکده ومیکی ها زندگی میکرد. یه روز صبح خیلی زود پانچلو از خونه کوچیکش بیرون اومد و همونطور که محو تماشای طلوع طلایی خورشید بود به آواز پرندگان گوش سپرد. اون لبخند زدن با صدای بلند گفت: ایلای، امروز چه روز خوبی است. ایلای هم سرشو بالا آورد و به پانچلو نگاه کرد و برای اون دست تکون داد. خونه ایلای روی بالاترین نقطه تپه خارج از دهکده قرار داشت، اما انقدر نزدیک بود که بتونه آدم چوبی های دهکده ومیکی رو ببینه و صداشون رو بشنوه. ایلای پاسخ داد: این روز خوب هدیه به شما. و بعد هم لبخند زنان وارد کارگاهش شد. پانچلو به سراغ صندوق پست رفت. وقتی در اونو باز کرد چشمش به یه بسته قرمز و درخشان افتاد. با خودش گفت: چه جالب، این دیگه چیه؟ یه نفر برای من هدیه فرستاده. جعبه رو باز کرد و با خوشحالی فریاد زد: چکش، من عاشق چکش هستم. اما این هدیه رو چه کسی فرستاده؟ به بالا و پایین خیابون نگاهی انداخت، اما کسی رو ندید. کمی اون طرفتر توی یه خونه کوچیک دیگه لوسیا دوست پانچلو نیز جعبه زیبایی دریافت کرد. با تعجب در اونو باز کرد و با خوشحالی فریاد زد: قلم و وسایل نقاشی، من عاشق نقاشی هستم. اما چه کسی میدونه که من نقاشی دوست دارم؟ کمی پایین‌تر تو همون خیابون تام و وودی دوستان دیگه پانچلو زندگی میکردن. هدیه های اونا رو هم کنار تختشون گذاشته بودن. تام فریاد زد: وای ممنونم وودی. وودی پاسخ داد: این هدیه از طرف من نیست. اون جعبه سبز رنگی با روبان‌های زرد رو بالا گرفت و گفت: منم یه هدیه دارم، بیا بازشون کنیم. وقتی جعبه هاشون رو باز کردن، وودی با خوشحالی فریاد زد: وسایل خیاطی و یک نخ و سوزن. اون با هیجان گفت: من عاشق خیاطی هستم. تام نیز همونقدر هیجان زده بود وقتی هدیه‌اش رو باز کرد. فریاد زد: یه ساز، من بلدم اونو بنوازم. اما چه کسی این هدیه ها رو برای ما فرستاده؟ وودی اضافه کرد: و چرا؟ تام و وودی تنها ومیکی هایی نبودن که به این موضوع فکر میکردن. هدیه هانس آشپزباشی یه قاشق جدید بود. وایت گل فروش هم یه گلدون زیبا هدیه گرفته بود. حتی شهردار و همسرش هم هدیه‌ای دریافت کرده بودن. وقتی شهردار یک سطل و فرچه از جعبه هدیه‌اش در آورد، چشماش از خوشحالی برق زد. اون گفت: من از وقتی بچه بودم دوست داشتم همه چیز رو تمیز کنم. همسر شهردار گفت: من که اصلاً از تمیزکاری خوشم نمیاد. این هدیه حتما مال خودته. شهردار دستشو بیشتر داخل جعبه فرو برد و هدیه دیگه ای پیدا کرد. اون رو به همسرش گفت: این هدیه شماست، یه کتاب. همسرش به خوشحالی گفت: وای، کتاب داستان برای بچه‌های ومیکی، چقدر عالی. چه کسی این هدیه ها رو برای ما فرستاده؟ شهردار در حالی که از پنجره طبقه دوم به خیابون نگاه میکرد پاسخ داد: نمیدونم، اما چند تا ومیکی کوچولو رو میبینم که یه داستان خوب خیلی خوشحالشون میکنه. چشمهای شهردار و همسرش از پنجره به خانواده درمونده و خسته افتاد. مادر و پدری به درشکه تکیه داده بودند و 3 بچه‌شون روی صندلی عقب نشسته بودند. در حالی که خسته و گرسنه به نظر می رسیدن، از سرما می لرزیدن. وقتی شهردار و همسرش نزدیک اون خانواده مسافر رسیدن، ومیکی‌های دیگه دور اونها جمع شده بودند. پانچلو، لوسیا، وودی و تام هدیه هاشون رو با خودشون به میدون دهکده آورده بودن تا بتونن کسی رو که اونها رو داخل صندوق پست گذاشته بود پیدا کنن. اما وقتی درشکه خراب و سرنشینان اونو دیدن، وسایل خودشون رو یه گوشه گذاشتن و به طور کلی اونها رو فراموش کردن. لوسیا از اون خانواده پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ پدر خانواده توضیح داد: همه چیز خراب شد. داشتیم از روی پل رد می شدیم که چرخ درشت شکست و از جا در اومد. سپس با ناراحتی ادامه داد: وقتی چرخ شکست، درشکه کج شد و از وسایل لباس همون به داخل رودخانه افتاد و آب اونها رو برد. باران هم غذایمون رو خیس کرد. ما خسته و گرسنه و کثیف هستیم. ومیکی ها از اونها پرسیدن: میخواهید کجا برید؟
مادر خانواده گفت ما از راهی دور برای دیدن ایلای اومدیم، اما بعید میدونم بتونیم به اونجا برسیم چون خسته و گرسنه‌ایم. صدای اون لرزید و بغض گلویش را گرفت. چند دقیقه در سکوت گذشت. هیچ کس نمیدونست چی بگه. ناگهان فکری به ذهن پانچلو رسید. رو به دوستانش گفت ما میتونیم به این خانواده کمک کنیم تا پیش ایلای برن. همه ومیکی‌ها موافقت کردن و دویدن تا درشکه شکسته رو تعمیر کنن. وودی و تام سعی کردن اون رو تکون بدن، اما درشکه از جاش تکون نمیخورد. هانس آشپزباشی هم به کمک اونها رفت، اما وقتی فشار بیشتری به درشکه آورد، چرخ از وسط نصف شد و شکست. شهردار گفت خرابکاری شد، بگذارید کمکتون کنم. اما این بار وقتی چرخ درشکه رو بلند کرد، چرخ تکه تکه شد. پانچلو با خودش گفت اینطور فایده نداره، اما نمیدونست باید چه کار کنه. مادر خانواده خسته و درمونده گفت ما خیلی گرسنه‌ایم و سردمونه. هانس در حالی که به سمت خانواده‌اش میدوید فریاد زد من لباسهایی دارم که میتونم برایتون بیارم. همسر شهردار هم گفت من میتونم براتون غذا درست کنم. شهردار با تعجب همسرش رو نگاه کرد. همسر شهردار همونطور که با عجله دور میشد گفت یک بار، اون هم خیلی وقت پیش غذا درست کردم. البته بیشتر به کسی دیگه ای کمک کردم تا آشپزی کنم، اما به هر حال میتونم امتحان کنم. اما اون واقعا بلد نبود غذا بپزه. مدتی بعد با چند تا نان سوخته و یه ظرف سوپ بیمزه برگشت. هانس هم لباسای آورد، اما به درد اون خانواده نمیخورد چون لباسا مناسب قد و قواره کوتاه و توپل خود اون بودن. پانچلو دوباره به این نتیجه رسید که اینطور هم فایده نداره. هیچ کس فکری به ذهنش نمیرسید. دیگران هم نمیدونستن باید چیکار کنن. خانواده بیچاره همینطور از سرما میلرزیدن. شکمشون از گرسنگی قار و قور میکرد. از همه بدتر این که آدمک‌های چوبی داشتن با همدیگه دعوا میکردن. تام به همسر شهردار گفت غذای شما انقدر بدمزه بود که نمیشد اونو خورد. همسر شهردار هم پاسخ داد خودت رو چرا نمیگی؟ میخواستی درشکه رو تکون بدی اما نتونستی و بدتر خرابش کردی. لوسیا خندش گرفت. تام سرش فریاد زد میخندی؟ تو که اصلا کمک نکردی. لوسیا پاسخ داد خب من نمیدونم باید چی کار کنم. پانچلو گفت هیچ کداممون نمیدونیم باید چی کار کنیم. مشکل همینجاست. سپس روی جعبه نشست و دستش رو زیر چونش زد و گفت هیچ چیز درست از آب در نمیاد. همه ساکت شدن. لوسیا تایید کرد و گفت حالا باید چیکار کنیم؟ ناگهان پانچلو سرش رو بلند کرد و در حالی که چشماش از خوشحالی برق می‌زد گفت میتونیم بریم و از ایلای بپرسیم. همه از فکر پانچلو استقبال کردن و دست جمعی به سمت کارگاه ایلای به راه افتادن. پانچلو ضربه‌ای به در بزرگ و چوبی کارگاه ایلای زد. ایلای در رو باز کرد و پیشبند بزرگی به تن و لبخند گرمی به لب داشت. گفت سلام عزیزان من و بعد روی نیمکت نشست و گفت چه کاری میتونم برای شما انجام بدم؟ ومیکی‌ها ماجرای خانواده مسافر و شکستن چرخ درشکه رو برای ایلای تعریف کردند و ایلای سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت بله میدانم. ومیکی‌ها ماجرای افتادن لباس‌ها رو در رودخونه و خراب شدن غذای اون خانواده رو نیز برای ایلای گفتن. اون دوباره سرش رو تکون داد و گفت خبر دارم. لوسیا اضافه کرد اونا میخوان به دیدن شما بیان. ایلای لبخند زنان گفت بله خبر دارم. لوسیا با تعجب پرسید شما میدونستید؟ یعنی ماجرای درشکه و غذا و لباس رو میدونستید؟ ایلای پاسخ داد بله میدونستم. لوسیا پرسید میدونستید که میخوان به دیدن شما بیان؟ ایلای دوباره سرش رو به علامت تایید تکون داد. لوسیا به پانچلو نگاه کرد و پانچلو هم به دیگران. سپس همه به ایلای نگاه کردن و با تعجب پرسیدن پس چرا کمکشون نکردید؟ ایلای لبخند زنان و به آرومی پاسخ داد کمکشون کردم. ومیکی‌ها که گیج شده بودن پرسیدن کمکشون کردید؟ چطوری؟ ایلای پاسخ داد من شما رو فرستادم تا کمکشون کنید. ومیکی‌ها با تعجب پرسیدن ما؟ ایلای گفت بله شما. من اونا رو طوری راهنمایی کردم که از دهکده شما بگذرن تا بتونید کمکشون کنید. میدونستم که شما چقدر دوست دارید به دیگران کمک کنید، پس کاری کردم که این خانواده سر راه شما قرار بگیرن. چون شما رو طوری ساختم که هرگز کسایی رو که به شما نیاز دارن رها نمی‌کنید. چند دقیقه سکوت برقرار شد تا اینکه پانچلو گفت مشکل همینجاست ایلای. ما می‌خوایم کمکشون کنیم اما نمی‌دونیم چطور.
چرخ درشت شکسته، مسافران گرسنه‌ان و سردشونه. غذا و لباسشون رو هم از دست دادن. به میکیا سرشون رو تکون دادن، حتی همسر شهردار. ایلای گفت به نظرم همه شما میخواید کاری انجام بدید، اما هیچ کس کاری رو که در اون مهارت و توانایی داره انجام نمیده. تام و وودی با تعجب پرسیدن یعنی چی؟ ایلای لبخند زنان گفت هر کدوم از شما در کاری مهارت و توانایی داره. بهترین راه حل اینه که هر کس کاری رو که تو اون مهارت داره برای کمک به دیگران انجام بده. مردم دهکده با پیشنهاد ایلای به فکر فرو رفتن. سعی کردن اونو تو ذهنشون سبک سنگین کنن. ایلای جمله‌اش رو تکرار کرد. کاری رو انجام بدید که به بهترین شکل میتونید انجامش بدید. شما امروز هدیه‌ای گرفتید، درسته؟ ابتدا هیچ کس چیزی نگفت. ناگهان پانچلو یادش اومد. بله من امروز صبح یه چکش هدیه گرفتم. تام گفت بله منم یه ساز گرفتم. وودی اضافه کرد بله کسی برای من نخ و سوزن فرستاده بود. به میکی ها یکی پس از دیگری یادشون اومد که چه هدیه‌ای دریافت کردن. ناگهان لوسیا مثل اینکه کشف بزرگی کرده باشه با هیجان فریاد زد ایلای شما هدیه ها رو برای ما فرستاده بودید. ایلای سرش رو به علامت تعیین تکون داد و لبخند زنان گفت از هدیه هایی که من به شما دادم استفاده کنید. من با توجه به علاقه‌مندی ها و توانایی های هر کدوم از شما هدیه مناسبی براتون فرستادم. سعی کنید بر اساس توانمندی ها و مهارت هاتون اقدام کنید. و میکی ها که احساس خیلی بهتری داشتن به سمت دهکده برگشتن و مستقیم به سراغ جایی رفتن که هدیه‌ها رو گذاشته بودن. پانچلو چکش خودش رو برداشت و به درشکه نگاه کرد و گفت من میتونم با این چکش چرخ خراب رو درست کنم. وودی نخ و سوزن خودش رو برداشت و گفت باید چند تا لباس بدوزم. هانس آشپز باشی با قاشق جدیدش غذاهای خوشمزه درست کرد. شهردار هم با فرچش درشکه رو تمیز کرد و لوسیا هم با قلموی جدیدش روی اون نقاشی‌های زیبا کشید و تزیینش کرد. بعد از اینکه هانس به خانواده مسافر غذا داد و وودی دوختن لباسهای جدید اونها رو تموم کرد، همسر شهردار برای بچه‌ها کتاب داستان خوند و تام با سازی که هدیه گرفته بود برای اونها ساز زد و آواز خوند. طولی نکشید که خانواده مسافر از شدت خستگی خوابشون برد. به میکی ها نیز قرار گذاشتن صبح زود جمع بشن و خانواده مسافر رو پیش ایلای ببرن. صبح روز بعد وقتی خورشید طلوع کرد، گروهی از بمیکی های خوشحال درشکه و خانواده مسافر رو تا کارگاه ایلای در بالای تپه همراهی کردند. صدای آواز پرندگان به گوش می رسید. بمیکی ها به خاطر کمکی که به مسافران کرده بودند راضی و خوشنود بودند. همه خوشحال بودند. وقتی به کارگاه ایلای رسیدن، او به استقبال اونها اومد و با خوشحالی گفت به نظر میرسه سرانجام موفق شدید به این خانواده کمک کنید. پانچلو و دوستانش لبخند زنان پاسخ دادند بله همینطوره. هر کدوم از ما با استفاده از هدیه‌ای که برایمون فرستاده بودید تونستیم به نیازمندان اطرافمون کمک کنیم. ایلای پاسخ داد این هدیه ها رو با توجه به علاقه و توانمندی های شما به شما داده بودم تا با استفاده مناسب از اونها بتونید به دیگران کمک کنید. پانچلو و دوستانش با وجود خستگی زیاد انقدر شاد و راضی بودن که در کنار ایلای و خانواده خستگی از یادشون رفت. با آرامش نشستن و از ایلای پرسیدن آیا افراد دیگری رو هم میشناسید که نیازمند کمک ما باشن؟ امیدوارم که از قصه امروزمون خوشتون اومده باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنین، ما رو حمایت کنین تا بتونیم هر روز براتون قصه های جدید بذاریم. خدا نگهدارتون.